مقصد من، آرزوی من این در مسابقه المپی اشتراک کردن می باشد. من می خواهم سال 2028 راه خط المپی را به دست آورم و در بازی‌های المپی اشتراک کرده سزاوار جای گردم و پرچم دولت ما را بردارم. وقتی که صدای استقلال در سرزمین ما طنین انداخت، نه تنها دولت بلکه آرزوی نسل نو احیا شد. آرزوی پرچم برداری، آرزوی نامبرداری، آرزوی بلند برداشتن شرف وطن در میدانهای جهانی. امروز ما قصه یک نفر دختر عادی ولی پر اراده و توانا را نقل میکنیم. قهرمانی که با اراده قوی راه ورزش را انتخاب کرد و با زحمت و تلاش در این سمت موفق گردید. من نیشکرزا شیریما طول 10 سال زیاد در نمود تکواندو و تیف مشق میکنم. از خوردی خیلی در ورزش ذوق داشتم و خواننده من ذوق من رو دیده به ورزش تکواندو داخل کردند. میرشکرزاده شیریما، نامی که امروز در عالم تکواندوی تاجیکستان با افتخار صدا می دهد. زیاد از 10 سال است که او به این نوع ورزش سرگرم است و در این مدت 10 مرتبه چمپیون جمهوری گردیده است. شیریما سال 2002 در شهر ترسونزاده به دنیا آمده است. محض در همین کوچه ها و گلگشت های شهر ترسونزاده شیریما ایام کودکی را می گذراند و علاقه مهر حرکت و ورزش را در قلبش می پرورید. قبلگاه و پیوندانش ذوق او را دیده برای صیقل مهارتش او را به تکواندو بردند. شیرین از خوردی فرق میکرد از دیگر دختران، برای که در دستی که ما کوان شده بود اماکی بودیم اونه که همچون دختر، برای که ما دختر نداریم در اویله، فرزندای یکم ما همچون خواهر بودن. وقتی که از قزاقستان آمدن سال 2008 خطا نکنم، کتی پدرشون کتی مادرشون من شیرین رو به تکواندو بردم. یکم به تکواندو من بردم شیرین رو و از همونجا این فخر اویله ما شد. شیرین مایدکیش خودش بخد حرکتش نغز بود. این تولد شدگیش بهم 4.5 کیلو بود. همین خیلی دختری حرکت با قوت بود و ابازی حرکت هیچ مانده نمیشد. بعد اینو آسته کلان شدن، مکتب خون شدن. از طرف آلومینی زاود پسرم با قزاقستان وقتی گسیل کردن، اونجا با رفتن اینو اونجا کار کردن، اینو کودکا قطی پدر مادر اون طرف رفتن، اونجا با این زیق شد خانه با حرکت نیست، برآمدن خنک. این بخد خودش گنده حس کردن پس بعد دادیش گرفت و وای ببرد. همین ساحه سپورت ببرد. اونجا با همین خیلی شرایط و نقض برای کودکا بوده است. انتخاب کرد همین بالی یخه. من خودم هم رفتم خبرگیری. این همیشه هم به بازار انتظار میستاد که بیبی جان منو میبرد زالبا شما تماشا کنید میگفتن. اینو ترمز چباس چای شیرین میگفتن. این تایور پوشیدگی کورتکو هوا خنک میریم. میرد همون کنکیوی میگیرد میپوشد همین خورسان با این میرد همین خیلی چرخ میزند همین خیلی رقص میکند. مانده نمیشد نگاه که تماشا کرده شده راحت میکردم خورسان میشدم که چخیل کودکم نبری من همین خیلی جواب آمده همین خیلی یک خواب من به ملال سیر کرد است یک هنر یاد گرفته است خورسان میشدم. سببی او با ورزش موندن با تکواندو اول او در سن 6 سالگی 7 سالگی ما در مهاجرت در قزاقستان بودیم. او خیلی دختره که شوخ بود بعد معروف ظاهر کرد با فیگورن کاتانیا. در اونجا قریب 1.5-2 سال او با همین ورزش مشغول شد. بعد که از مهاجرت گشتیم با تاجیکستان آمدیم او میخواست با یگان ورزش مشغول شود. سبب با تایکواندو موندن این که دختر بچه بود. من رفتم شرایط معلم دیدم که دخترها
چی کار میکنه. من خودم نمیفهمیدم تکواندو چی است. دیدم دخترها بسیارتر هست. استا خودش رفت نتیجه ها شدن. بعد از 1 سال چمپیون تاجیکستان شده در وزن خود. چون در سن خیلی خرد او را به تالار برای تمرین بردند، مربی در لحظه اول در او نیرو و اراده خاص را مشاهده نموده، از همان روز او را همچون یک فرزند امیدبخش پذیرفت و با دلگرمی خاص پهلوهای اساسی تکواندو را آموزاند. حس کردم که قابلیت دارد، انا میتوند، الکی چقدر آماده است برای گروه عیناً تکواندو. پدر او رو دعوت کردیم، گفتیم همین فرزند شما ما انا قبول کردیم، شما هم آیا روزی هستید یا نه؟ انا بعد او کس گفتن که وقتی که فرزند من همین نمودی تکواندو را انتخاب کرده باشد، اگر شما هم که قبول کرده باشد من خرسند بودن. گپ میزدن که دختر بچه به چی بدر کن، نغز نیه این و پسرم که اینا حرکتش، اینا که منی قوتش باید همین صاحب این خودش مونامو حرکت کند. و بردمی من ورزشگاه میتالورم با همین جمشید جان معلم بودن، همین کسب سپاریدن. درس مشق خانی من بایم بیاد نمیشد. همین یک روزک کراسوفکو با دست فقط میدوید میرفت. سحر هم خوب میدوید مشق میکرد. بعد همین وقتی وزن کشی باشد همین پرتقاطی بود که همین خوردن در کار نمی وایش وزنش قپیدن در کار می همون کارا کرده میتونست. من که بیبی بودم اوچش زیق میشده، من گفتم که شیرین جان بیا کمک خوردی هم نمیگو هم پر دختر. استادیون میتالورگda یا تا جای بابالی سمندر 21 میگیم یا تا دیگه من این پیشنگی ورزشگاهی شهری خوسیلوت همجدا دازالش ماش میکرد. همه وقت چیزی که همی معلوم شد چی میکرد فقط گپشون نگرفته، فقط در خودش کار میکرد. سالهای تمرین و مهنت و زحمت شبانه روزی شیرین‌ماه نهایت ثمر دادند و نام او با مرور زمان چشمرس گردیده او را به هیئت دسته منتخب شامل نمودند. از همان روز او نه تنها برای خود بلکه برای افتخار تاجیکستان به میدان می‌برآمد. شکرزاده شیرین‌ماه از دور خردی در مسابقه های جمهوری تاجیکستان نمایان بود. در دور کودکی او از خردی در تاجیکستان همه وقت جای اول را می‌گرفت که در تای نظر فدراسیون تکواندو تاجیکستان نمایان بود و وقتی که او به سن جوانی رسید او را به دسته منتخب جوانان شامل شد و به اونجا دعوت کردند و او را برای تیاری برای مسابقه انتخابی بازی المپی بین جوانان دعوت کردند و او تیاری میدید برای مسابقه. سال به سال مهارتش بلند شدن میگرفت و ما همچون مربی یک شهر ترسونزاده برو به دسته منتخب در شهر دوشنبه پیشنهاد کردم. اونجا هستند با مربی تجربه زیاد دارند، عیناً همون ورزشکارانی که مهارت بلند دارند با آنها کار میکنند. اورم وقتی قبول کردن خرسند شدن، گفتن معلم ما خیلی خرسند هستیم که شما چنین ورزشکار رو با ما پیشنهاد کردید و علاقه قابلیت ما در ذات دارند و تیاریش به حد خوبه. هر یک پیروزی شیرین‌ماه نشانه زحمت و قوی ارادگی او را تلقی می نماید. موفقیت‌هایش در مرز وطن محدود نشدند. او با افتخار تاجیکستان را در مسابقه‌های بین المللی نمایندگی نموده است. اولین مسابقه ریتینگی که در آن شیرین‌ماه شرکت ورزید در دولت تونس دایر گردید. گرچند که او در آن مسابقه ناکام گردید ولی در فعالیتش تجربه خاصی گردید.
اونا برای مسابقه انتخابی بین جوانان که در تونس گذاشته بود، قاره آفریقا گذاشته بود، با اونجا سفر کردند. در اونجا در دو مسابقه شرکت نمودند. یکی مسابقه جهانی بود، در اونجا شرکت کردند و دوم مسابقه انتخابی به بازی المپیک. متاسفانه که بار اول بودم، جوان بودم، خرد بود، بار اول بود که در مسابقه چنین مسابقه بزرگ اشتراک کرده بود. در آنجا موفق نشد. اما هر یک ورزشگر، هر یک مربی، مقصد اساسی هر یک ورزشگر، هر یک مربی این بازی المپیک می باشد. نه تنها اشتراک، بلکه جایزه دار یا که چمپیون بازی المپیک شدن. بعد از اون که اونجا اشتراک کرد، اون رو به سن سال کلانسالی رسید. و به دسته منتخبی کلانسالان دعوت نمودند. وقتی شکرزاده شیرین‌ماه برای اونجا رفتن، البته با استاد، یعنی با من باید میرفت. لیکن در اونجا شرایطی ما نداشتیم که یک جای رویم. خود در اونجا رفته اشتراک کرد و حریف اولش دولت کیپر بود که اونجا ورزشگر خیلی تجربهش بلند بود. او مبارزه برده غلبه را به دست آورد و دویمش دولت تایلند. او نتیجه المپیک داشت. بسیار تجربهش بلند بود. قدش هم خیلی فرق میکرد. من با یاری اینترنت تماشا میکردم که شکرزاده شیرین‌ماه چیزی که ای دستش آمد همونجا کردم. اولین مسابقه من که بیرون دولت به سطح عالی مسابقه عالی برگزار گردید، این مسابقه تونس می باشد که در آنجا برای راحت بازی‌های المپیک جوانان برگزار گردید. در آنجا اشتراک کردم و ولی افسوس سزاوار جای نگشتم. در آنجا رقیبانی من خیلی تجربه عالی داشتند. اولین رقیبی من از دولت کیپر بود که من او را به خیلی زیاد مغلوب کردم. دوم رقیبی من از دولت تایلند بود که تجربه او خیلی بلند بود و از همین حساب من به او مغلوب شدم و جا گرفتن توانستم. нафароне ки бо ширинмоҳ дар як толо тамрин менамоянд, ӯро беҳтар аз ҳама мешиносанд. онҳо на танҳо шоҳиди заҳматҳояш ҳастанд, балки аз ӯ илҳом мегиранд. барои ин ҷавонон ширин на танҳо як ҳаммашқкунанда, балки намунаи як варзишгари ҷиддӣ ва дӯсти воқеӣ аст. Я тренируюсь уже 7 лет, и сегодня я хотела бы поговорить об одной девушке, которая тренируется очень давно. Она начала тоже, как я, с раннего возраста и уже попала в сборную команду. Достигла многих побед в разных соревнованиях. И теперь, когда я была маленькая, мы были знакомы. Буквально в 10 лет мы знали друг друга. И когда я увидела, как участвует Ширин, мне захотелось также достигнуть таких же высот, чтобы попасть в сборную команду. Когда я попала в сборную команду, я начала тренироваться с ней. А потом, когда мы вместе проводили время, я получала много навыков, уроков и еще приемов и много всего остального. Когда мы познакомились, я была зеленым поясом, и благодаря Ширин, когда она меня учила кунцаю, я достигла красного пояса, и теперь в сентябре буду сдавать на черный. Я бы хотела сказать, что Апай Ширин мне придает очень хорошую и сильную мотивацию, которая стремит меня к большим высотам. Ширин я был знаком тогда, когда с Санкт-Петербурга приезжал внук,
И я его записывал в ту команду, где тренировалась Ширин. Но она имела уже в то время 10-й дан, то есть черный пояс. А внук, ну что, пацан есть пацан с нулевых этих самых. Ну и вот она по предложению тренера занималась этой группой ребят. Ну, тренировала усиленно, ребята с охоты занимались этим спортом. Ну, внук занимал первые, вторые места, когда он 3 года подряд приезжал сюда. Ну, этап такой, что была радость. Она отлично закончила школу, отлично занималась спортом. Ее достижения такие, что мы радовались все. Она была в Корее, была в Китае, участвовала в международных соревнованиях по тэквондо, училась, как говорится, по данному направлению. Но радость не только у дедушки с бабушкой и родителей, но и наших общих друзей. مهنت پیوسته، دستگیری مربیان و اراده قوی به شیرین‌ماه امکان داد که نه تنها در مسابقه‌های داخلی بلکه بین المللی در دولت‌های روسیه، ازبکستان، چین و کره گواه آن بودند که دختر تاجیک می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرفمندانه قوه‌آزمایی نماید. در مسابقه‌های بین المللی در کره اشتراک کرد و جای دوم را اشغال کرد بین دانشجویان. سال گذشته در مسابقه ریتینگی جیوان که در جمهوری ازبکستان برگزار کرده بود که بار اول در ازبکستان مسابقه جیوان برگزار کرد که در اونجا هم جای دوم را سزاوار گشته بود. در آینده امسال نقشه داریم که در ماه اکتبر چمپیونات جهان داریم در بوکسی در چین در خطای چمپیونات جهان در نظر است. تیاری‌های ما با اون مسابقه می باشد. این مقصد اساسی ما که سال 2028 که بازی المپیک می باشد. همچون امک همچون مخلص ما دستگیری میکردیم و همه برآمداش به اشتراک هم میکردیم. 2015 سال مسکو به دو کرد اومدن. ما رفته دستگیری کرده بودیم، برد هم گرفتیم. یکم مسابقه آمادگیش مرحله انتخابی المپیادا بود. حریفش بسیار پرقوت بود. جایزه دار مدال المپی آسیا بود. وای باخت کرد. دفعه دوم وقتی که مسکو آمدن اینجا جای اول گرفت. وقتی که از دولت بیرون استی و سرود ملی تاجیکستان آغاز می‌دهد، احساسات فقط افتخاری است و اشک چشم برآمد که دختری من، جیانی من پرچم تاجیکستان رو بلند می‌بردارد. این میدانید ما بچه خیلی وزبین بود. گوسیل میکردیم، با خورسندی میشتیم. خیال میکردیم همه باری سوزن به شدگی بارینده. شیرین موجان همین خیل بود. 2 بار رفت مسکو به وقتی اشتراک کردم، امکاش اونجا به قطیش ایستادن، هم وای کردن، مسابقه ها رفتن، اونجا به دستگیری کردن، پیشواز گرفتن، تبریک کردن، با گسیل کردن اونجا. ما هم خورسندیم. به خط همین مربیایی که دوشنبه به قطعی این کار کردگی و مینداری داریم. رحمت به اونا که به همین خیلی کودک همین قراره یاد دادن، همین وزبینی ها یاد دادن، پرتاقتی набирам به من هزاران خرسندم. А когда она уезжала, то она информировала родителей и дедушки, которые мы собираемся раз в неделю за пирожком чая, и мы радовались вместе ее достижения. Вот в этом плане. Ну, то, что впервые я увидел черный пояс и 10-й дан, это очень такой душевный подъем спорта. Такая хрупкая девушка, как могла она достичь этого дела, но она достигла этого хозяйства. هر دفعه که من به مسابقه میروم، اول بابایم و بیبیم به من دعا میتین که توی اشتراک و سزاوار جای گرد و به وطن برگرد.
بعد ختم مؤسسه تعلیمی شیرین‌ماه مدت 1 سال همچون مربی تکواندو فعالیت پرثمر داشت و در این مدت کوتاه شاگردان را در این سمت راهنمایی می‌نمود. بعد از ختم مکتب میانه من با توصیه مربیم با حیث مربیگی به کار در آمدم. در آنجا من 1 سال شرطنامه بستم به آنها کار کردم. در دوام 1 سال من توانستم که دختران خوب را آموزانم. 6 تای آنها در مسابقه جمهوریوی جوانان شرکت ورزیدند که از 6 تای آنها همه آنها 6 نفر آنها سزاوار جای گشتند که 1 تای آنها سزاوار جای اول گشت، 2 تای آنها سزاوار جای دوم گشتند، 3 تای آنها سزاوار جای سوم گشتند. طول 2 سال می شود که با این نمودی ورزش تکواندو و TF مشغول هستم. سبب انتخاب کردن من عیناً این نمودی ورزش نمودی المپی بودن است و در آینده می خواهم به مثل دیگر دختران ورزشگر میرشکرزاده، شیرین‌ماه، منیره عبدالسلام و در مسابقه های بین المللی اشتراک کرده پرچم وطن عزیزم را بلند بردارم. ایدئال من اپای شیرین‌ماه بوده. آن کس را با من خاراکتر قطعیت داشتنشان و همه وقت در محاربه مهارت خوب برآمد کردنشان مقبول است. نازکی های ورزشی تکواندو را من از اپای شیرین آموختم و در آینده میخواهم آنها را استفاده برم. ما میخواهیم چنین رنگ میرشکرزاده شیرین‌ماه دخترها باز زیاد شود. یعنی وای تونست که امروز در تمام شهر ترسزاده علاقه تا امروزه حاضره در 4 گروه داشته باشیم، قریب 50 نفر دخترها مشق میکنن. همه یو حواس به شیرین‌ماه کردگی‌اند. یعنی باید تونست که تا امروزه همه اون رو با آنها نمونه شود. و یعنی وظیفه اساسی مربی ما همین است. ورزشکارا را ما و او درجه‌ای که باید برسانیم که نمونه شده تونند. نمونه شدن نه که با نتیجه های ورزشی، خلق اطوار وای، رفتار وای، حرمت احترام با استادان و دیگران در جمعیت، این با فکر من وظیفه اساسی ما همی است. شیرین‌ماه در برابر ورزشگر همچنین دختری پرمحصول و فرزند مهربان است. هر هفته برای خبرگیری اهل عائله‌اش به شهر ترسونزاده می بیاید. بعد از آن گویا با قوه نو به دوشنبه برمیگردد و همین مهر و دیدار محرک پنهانی او در راه موفقیت‌هایش دانسته می شود. خانه با همه تازه کار به فکری من. حرکتش میبیاد نمیگید که این دختر همین ورزش برفت و این شد و این شد. خانه بهم آمده لباس علیش میکند، پس خانه تازه کنی، حرکت سالاد میکند، 1 چوب پخته آورده بالا استول مانده خرسند میکند. وقتش نگاه میکند، ساعتش زیاد صرف نمیکند. همون ساعت وقت ساعت خودش قطعی کار میکند. من میخوام آینده بهم نبیرم همین خیلی پرطاقت پرقوت شود، حرکتش آینده زیاد شود، بیرق همین تاجیکستان رو بردارد. انتظامی بسیار خوب داشت. پیش از من اومده در تالار همه وقت نگاه کرده میشید، گاه وقت بسیار وقت همه خیلی میشید که یک خصلت خوب داشت. میشکرزاده شیرین‌ماه پیشتر از دیگر ورزشکاران پیشتر اومده در تالار خودش همون بگیم که تازگی تالار را با ذمه خودش گرفته خودش تازه میکرد. اما من گفتم که دیگر ورزشکارا هم هستن که چی با یک جایشون نمیکنه. نه استاد، من خودم میخوام که خودم بر وقتتر بیام که من وقت خود رو درست استفاده کنم. همه اصلاحاتش من بسیار مقبول. به همه مشکلی های ساحه ورزش نگاه نکرده، برابر مشق و اشتراک نمودن در مسابقات، شیرین‌ماه توانست تحصیلش را نیز پیگیرانه ادامه دهد و کالج طبی شهر حصار را سال جاری با اختصاص داروساز با موفقیت ختم نمود.
برای اشتراک در مسابقه‌های جمهوری یا بین‌المللی همه وقت ما با رقیبان شکرزاده شیرین بگیم اقلا وای باید رقابت پذیر باشیم. همونجا ما حساب کردیم که ما در یک هفته چند بار مشق داریم و اون ورزشگرانی که رقیبان شکرزاده شیرین ما در یک هفته چند بار مشق کرده استودند. پس ما یک نقشه را کردیم که بعد از گروه عموم مشق‌های عموم علایده با شیریما ما مشق‌های تکراری میکردیم. در یک روز مثال سحریا ما با وای چی مشکلی داشت که سحریا البته وای باید درس رود، یعنی پیش از درس 2 ساعت پیش از درس خسته با جای مشقیمون یعنی مجموعه ورزشی یا که میدان ورزشی برای دویدن مشق میومد. همونجا مشکلی ما هم چیز بود که وای توقع میومد. وای توقع میومد علاقه کمی کمی تاریک می بود. پدر مادر خاطر میشوند. این مشکلی را داشتیم، با این مشکلی نگاه نکرده وای میومد. امروز شیرین ماه تنها یک ورزشگر جوان موفق نیست. او الهام نسل نو در این سمت می باشد. او همزمان در تالار مشق‌کنی به جوان دختران درس می دهد. درس های او تنها برای بدن نیست. آنها برای روح، برای باوری، برای قوت زن هستند. با چهره کشوده، با دل گرمونیت نیک، شیرین ماه امروز به صدها دختر دیگر راه نشان می دهد. از اینجاست که او نه تنها می دهد بلکه احترام و محبت مردم را صاحب گردیده است. اولین مربی من سیف‌الدین جمشید می باشد که مرا تا سطح جمهوری تیار کردند. من از آن کس خیلی منتظر می باشم، چون چونفی که مربی دسته تیمی منتخب جمهوری تاجیکستان می باشد. از آن کس خیلی منتظر می باشم که آن کس مرا همچون فرزند خوب تربیت نمودند و نازکی هایی که در تکواندو بودند مرا آموزاندند و مربی هایی که زیاد خطاگی مرا اصلاح میکردند و با من نازکی های تکواندو را می آموزاندند. آنها کریم دولت مراد، فاضل اسلام و فاضل دلیر می باشند که با آنها هم منتظری خود را بیان میکنم. من یکم بار با تکواندو شیرین بردگی هستم و همه وقت طرفداری ورزشکاری بهترین شدنش رو میخواستیم. ها بود وقتی که ورزشگر از فکر اویله‌اش رو باید کند، آینده‌اش رو گپ میزدیم، لیکن شیرین خودش هم همه وقت خودش به مقصد موندگی بود، به مقصدش رفتن میگرفت. جوش می اومد کتیمو مصلحت میکرد، جوش می اومد خودش قرار را میبرآورد و به پیش میرفت. فقط میر شکرزاده شیرین ماه با قدم‌های استوار در راه ورزش پیش می‌رود و ما باور داریم که نام او باز هم در صحنه‌های بلندتر و مانند المپیادا و چمپیونات جهان صدا خواهد داد. В будущем первое годы подходят, чтобы привести, как говорится, чтобы появилась семья, чтобы она воспитывала детей, как ее воспитывали в этом направлении. По линии спорта, чтобы она воспитывала участников для достижения высоких показателей в спорте. میخوام که آینده از روی کسب خودش یک برای جمعیت ما، برای دولت ما یا انسانی شود که فایده آور باشد. اون چیزی را میخوام که در آینده یک قدر مهنت های وی سر فایده بیاره
дар оянда таманниё дорем ки дар тайёрии худро хуб бинаду дар бозиҳои олимпии соли 2028 ки дар амрико баргузор мегардад тайёрии худро бина. аввал мусобиқаи интихобӣ мешавад ки барои ба даст овардани саҳмияи олимпӣ тайёрӣ бинаду ва саҳмияи олимпиро ба даст орад. мақсади ман, орзуи ман ин дар мусобиқаи олимпӣ иштирок кардан мебошад. ман мехоҳам соли 2028 роҳхати олимпиро ба даст орам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда сазовори ҷой гардам ва парчами давлатамро бардорам.